سلام. امروز درباره انتخابات پارلمانی در تاجیکستان صحبت میکنیم و یک پل موسمی را میبینیم که راه مردم را کوتاه میکند ولی به زودی آن را میبردارند. این هفته در صفحه رادیو آزادی و هم در شبکه‌های اجتماعی صحبت زیاد درباره انتخاب وکیلان به مجلس نمایندگان بود و بخصوص بعد از اعلان نتیجه ها. تعداد به این گفته که حزب مخالف سوسیال دموکرات حتی 1% رای مردم را به دست نیاورد باور ندارند و شرح زیادی در این باره نوشتند. کاربری که خود را انتخاب کننده معرفی کرده است در وبسایت رادیو آزادی می نویسد نصف مردم تاجیکستان باز از ایجاد تغییرات ناامید شد. این طرز انتخابات اسپکتاکلی در روسیه هم چنین است. خدا انصاف دهد به تقلبگران، آواز ما دزدیده شد. کاربری با نام دشمن شیطان هم من انتخابات را صحنه‌سازی نامیده و چنین گفته است این را نباید انتخابات می گفتند بلکه اسپکتاکل می نامیدند. برای چی ما اینقدر وقت خود را صرف کرده به انتخابات می رویم وقتی می بینیم صدای ما را مثل کاغذ پاره به تشناب می اندازند. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم بحث درباره انتخابات داغ است و کاربری که خود را سهراب رستم معرفی کرده است می نویسد انتخابات پاک و پاکیزه و درست و بی قانون شکنی گذشت. او نوشته است ناظران اتحادیه دولت‌های مستقل انتخابات تاجیکستان را شفاف و دموکراتیک و عادلانه خواندند. فروخ در وبسایت ما گفته است که در انتخابات تقلب میکنند و آن را چنین تصویر کرده است. بعد ساعت 8 شخصان مسئول حوزه ها یکجا شده پروتکل را آن طوری که از مرکز میگویند پر کرده میدهند. در پروتکل فایل‌ها پیشکی معلومند. ناظران اسنگ و سازمان همکاری شانگهای شرم ناکرده انتخابات را دموکراتیک خواندند. از این بعد مردم زیادتر به روسیه میکوچند چون دیگر در تاجیکستان زندگی بهتر نمیشود. شاید خبر داشته باشید که مقامات گفتند در انتخابات روز 1 مارس حزب حاکم خلقی دموکراتی پیروز آمده است. شما هم نظر و اندیشه‌های خود را چه درباره انتخابات یا هر موضوع داغ دیگر بنویسید و به رادیو آزادی بفرستید، چه از طریق وبسایت azadi.org و یا چه در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک یا اینستاگرام. حالا نوبت ویدیوهای شماست. این پل را که می‌بینید به زودی می‌بردارند و ساکنان دهه زرنسار در ناحیه تاجیک‌آباد مجبور می‌شوند 25 کیلومتر راههای کوهی را طی کنند و به مرکزی ناحیه برسند. پل 50 متری در رودخانه پرتقالیان سرخاب است. مردم دهه تیر ماه وقتی آرام بودن دریا پل را روی آن می‌کشند و وقتی بهار که سطح آب بلند می‌شود آن را جمع می‌کنند. با وجود آسان کردن کار مردم این پل خطرناک سبب افتادن ساکنان به دریا و مرگ یک نفر هم شده است. با امید صحتی و سلامتی شما برنامه امروز را به پایان میبریم. فرستادن خبر و ویدیوهای خود را با تلفنی که میبینید فراموش نکنید. وایبر، واتساپ و تلگرام و ایما را دارد. تا دیدار در برنامه دیگر.